سلام خدمت شما دوستان عزیز، من کیانم از تیم هایپو. خوش اومدین به اولین ویدیو این چنل یوتیوبی. توی این چنل یوتیوبی قرار ما یه سری ایردراپ ها و پروژه ها رو به شما معرفی بکنیم که با ایردراپ هایی که شما قبلا میشناسین کاملا فرق دارن. یه پروژه هایی که شما میشناختین امثال همستر و تپساپ بودن که بیشتر این برده گرفتن آدما میموند و شما فقط با تسک انجام میدادین و هی کلیک میکردین تا بتونین به یک چندر آغاز درآمدی برسین. اما پروژه‌ای که ما معرفی میکنیم معمولا وقت خیلی خیلی کمی از شما میگیرن، حدود 10 دقیقه در روز، فوقش 20 دقیقه یا نیم ساعت در روز، تسک زیادی ندارن و در عوض سود به شدت خوب و به نسبت اون تایمی که میذاریم واقعا خوبی رو به شما میدن. پروژه اولی که ما میخوام بهتون معرفی بکنیم پروژه نودپی هستش. این پروژه با استفاده از پهنای باند اضافی اینترنت شما تراکنش های خودش رو تایید میکنه و یک سری پوینت رو به شما میده و اون پوینت ها در پایان هر سیزن این پروژه یک سری توکن به شما میده که اون توکن ها در حال حاضر قیمت حدود $1 رو دارن. این توکن قراره به زودی توی صرافی بزرگ بیت گیت لیست بشه. صرافی مکسی و چند صرافی دیگه هم قول لیست این توکن رو دادن و پروژه به شدت معتبری هستش. این پروژه عین پروژه گرس هستش. اگه شما بشناسین این پروژه رو که سود خیلی 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 خوبی رو به اکثر افرادی که توش ثبت نام کردن این پروژه داد. نحوه ثبت نام و اینا رو بریم با هم ببینیم. لینک این پروژه هم توی دیسکریپشن همین ویدیو و هم توی چنل تلگراممون قرار داره و اگه دوست داشتین حتما توی چنل تلگراممون جوین بریم. لینک ثبت نام رو میزنیم، میشیم تا صفحه باز بشه. خب توی بخش اول یه ایمیل از شما میخواد، یه ایمیل بهش بدین. حالا هر ایمیلی که دوست دارین، میتونه هر ایمیلی باشه. توی بخش دوم یه یوزرنیم بدین، اگه یوزرنیم تکراری نباید بشه و یه یوزرنیم میتون اسم خودتون با هر عددی بذارین و دل بخواهی یوزرنیم. پسوردتون هم یک پسورد ایمن باشه دارای حروف بزرگ انگلیسی و کوچیک انگلیسی و عدد هم توی اون پسورد باشه و بتونه پسورد ایمنی باشه و قبول کنه و پسوردهای آسون یعنی 1 2 3 4 و حروف ساده انگلیسی رو قبول نمیکنه. توی این بخش کد رفرال هستش که اگه با لینک ما بیارین خودکار کد رفرال ما واسهتون هست. تیک تایید قوانین رو بزنین و این کپچاش هم حل بکنین و ریجستر رو بزنین و خودکار لاگین میشین به صفحه. حالا من چون از قبل حساب دارم و لاگین میکنم به اکانت خودم. یک لحظه ویدیو رو پاز میکنم. خب وقتی شما ثبت نام رو انجام بدین وارد یک چنین صفحه میشین. توی صفحه اول توی بخش سیزن ارنینگ کل اون امتیازی که شما توی اون فصل به دست آوردین یا توی اون سیزن خودش به دست آوردین رو نشون میده. تودی ارنینگ امتیازی که توی اون روز به دست آوردین. یه بخش کلیم روزانه داره که میتونین هر روز بین 100 تا پوینت بگیرین. روی کلیم که کلیک بکنین اون 100 تا توکن واسهتون کلیم میشه. خب توی این بخش هم دوباره آمار رو نشون میده. الان من این 100 تا توکن که پوینت امروزمو گرفتم. خب توی پایینتر اون اینترنت هایی که بهش وصل شده و پهنای باند اضافیشون رو استفاده کرده آی پی هاشو نشون میده. این رو هم بهتون بگم که اینترنت شما رو استفاده نمیکنه، زیاد خرجی واسه شما نمیذاره و پهنای باند اضافی رو استفاده میکنه و از اینترنت شما اصلا بیتو بگم که خیلی کم استفاده میکنه. بخش رفرال پروگرامینگ بخش دوم این سایت هستش که میتونید تو این بخش لینک رفرالتون رو بگیرین واسه دوستاتون بفرستین و زیر مجموعه بگیرین و به ازای اونا 1% از پوینت اونا رو بگیرین و واسه هر 10 تا رفرال 2000 تا پوینت رو بگیرین. بخش بعدی بخش میشن ریواردز هستش. یک سری تسک داره، تسکاش به شدت آسونه. بعضیاشون دل بخواهیه، یعنی اگه دوست داشتین میتونین انجام بدین، بعضیاشون اجباریه. بخش اولش که همون دیلی هستش که هر روز
به این سر بزنین 100 تا پوینت میده. من 100 تا پوینت امروزمو گرفتم. بخش بعدیش اینه که 7 روز پشت سر هم و بعدش 14 روز پشت سر هم و بعدش 21 روز پشت سر هم به سایت سر بزنین و هر دفعه 400 تا پوینت بگیرین. بخش بعدیش هم بخش 24 ساعت کانکشن پشت سر هم نه، کلا 24 ساعت وصل بشه اینترنتتون به این سایت. 2400 تا پوینت به شما میده. بخش بعدیش هم بخش اینوایت هستش که به ازای هر اینوایت یه سری توکن اینجا به شما میده و اگه دوستانی دارین حتما اونا رو هم به این پروژه دعوت بکنین تا هم خودتون سود بکنین هم دوستاتون. حالا این پروژه واقعا میتونم بگم پروژه خوبیه و اعتبار بالایی داره. این بخشش یک سری تسک اجباری داره که حتما باید انجامش بدین. بخش کانکت کردن دیسکوردتون، فقط گزینه کانکت، الان از قبل کانکت کردم وصل کردم دیسکوردمو بهش، فقط یه گزینه کانکت داره روی اون میزنین دیسکوردتون باز میشه، فقط کافیه اکسپت رو بزنین و خودکار خودش وصل میشه. بخش کانکت کردن ایکس یا توییتر هم مثل همونه و فقط گزینه کانکت رو بزنین و خودکار وصل میشه. بخش وریفای ایمیل هستش که من بازم از قبل انجام دادم. گزینه وریفای رو میذارین، یه ایمیل واسهتون میاد و اون ایمیل رو لینکش رو باز میکنین، خودکار وریفای میشه و زیاد چیز سختی نیست. بخش دنبال کردن توییترشون و جوین دادن به دیسکوردشون هم یه بخش اجباری. این مراحل رو حتما برای دریافت ایردراپشون باید انجام بدین، چیزی که خودشون اعلام کردن. بخش بعدی یه سری کوست هستش که این کوست ها دل بخواهی اگه انجام بدین پوینت خوبی میگیرین، اگه هم نه که اجباری در کار نیست. بعضی از این کوست ها 2000 پوینت و بعضیشون 1000 تا پوینت بهتون میده. کوست رو فقط کافیه این دکمه زیرش رو بزنین، چند تا سوال میپرسه، سوالا هر جوابی که دوست داشتین بدین و هر جوابی که بدین و در آخر تایید بزنین و بیاین پوینتش رو دریافت بکنین. توی صفحه اصلی بخش ارنینگ هم داریم که تو این بخش 3 تا مرحله اجباری هستش. یکی که وریفای ایمیل هست که از قبل بهتون گفتم و توی تسک ها انجام دادین. یه بخش کانکت کردن ولت هستش و کانفرم کردن ولتتون. واسه ولت فقط کافیه ولت فانتومتون رو بهش وصل بکنین. اگه ولت فانتوم رو داریم که هیچی، اگه هم ندارین فقط کافیه توی کروم فانتوم رو سرچ بکنیم. وقتی وارد سایت شدیم بخش، اگه دسکتاپ هستین که وارد بخش دسکتاپ میشین، اگه هم اندروید هستین که از توی گوگل پلی میتونین اپلیکیشنش رو دانلود بکنین. خب من با لپتاپ هستم و میخوام دسکتاپش رو که از قبل دانلود دارم، به گزینه کروم میزنم. خب اینجا یه افزونه است، افزونه رو فقط کافیه تایید این افزودن به کروم بزنید، خودکار نصب میشه. توی این بخش واسهتون بالا میاد و توش راحت میتونین ثبت نام بکنین و لاگین بکنین. من از قبل نصب دارم این افزونه یا ولت رو. خب فقط کافیه که بهش اینجا گزینه کانکت رو بزنین، خودکار یه صفحه از توی ولت واسه شما باز میشه و فقط کافیه کانکت رو بزنین وصل میشه. واسه کانفرم کردن هم همینه، فقط گزینه وریفای رو بزنین، یه تایید دوباره یه صفحه باز میشه، فقط کافیه تایید رو بهش بدین، خودکار وریفای میکنه ولتتون رو. یه بخش مدال بوست هم داره که اگه شما اون تسک های بالا که گفتم اجباریه انجام بدین، این مدالش رو دریافت میکنین و 100% این ایردراپ رو دریافت میکنین اگه اون تسک ها رو انجام بدین و حتی اینترنتتون وصل نباشه. و اینکه یه سری اجبارهای دیگه هم داره، اینه 100 ساعت وصل بودن اینترنتتون توی یک سیزن هست که حداقل باید 100 ساعت بهش وصل باشین که 100 ساعت تایم کمیه، یعنی حدود 4 روز یا 5 روز حدودی وصل باشه شما این ایردراپ رو قطعا دریافت میکنید، حداقل یک فصلش رو. و اگه دوست داشتین میتونید فصل بعدش هم شرکت بکنید. الان فصل 0 و 1 تموم شده، فصل 2 هم فکر کنم امروز تموم میشه و از فردا فصل 3 شروع میشه. این یک سری افزونه داره این سایت که این میتونیم لینک دانلود افزونش هم همینجا هست، اکستنشنش
لینک رو بزنین عین ولت فانتوم. وارد یه صفحه میشین، فقط کافی افزودن رو بزنین. وقتی دانلود بشه نیاز به ثبت نام نیست، فقط کافی لاگین بکنین و خودکار اینترنتتون بهش وصل میشه و خودش استفاده میکنه و پوینت هاتون رو این پایین بهتون نشون میده. هرچی کوالیتی نتورکتون یا اینترنتتون بیشتر باشه پوینت بیشتری هم دریافت میکنین. دیگه توضیحی حدوداً توی ذهنم نمیمونه از این پروژه. امیدوارم که ویدیوهای آموزنده و خوبی باشه. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنین، چنلمون رو هم سابسکرایب بکنین.